بچه‌ها دختر عزیزی دارم، منم مراجعه کردن. ایشون متولد 76 هستن، 26 سالته فرمودی و ایشون 5 بار بارداری داشتن. 3 تا بچه خونه داری یا 2 تا؟ 3 تا تو خونه دارم، 2 تا سخت. 3 تا بارداری، 3 تا بچه داره، بعد 2 بارم سخت کرده. بعد 2 بار سخت آخریش خیلی چجوری بوده؟ اصلا چجوری باردار شده؟ چیزایی که برای من گفتی رو میگی لطفاً؟ اولشی که به من گفتن اصلا باردار نمیشی، فولیکول بالغ نداری و از این حرفا. یه لحظه تو کلامت انقدر به من میگین ما تخمدان پولیکیستیک داریم، نازاییم دیگه، من برای چی جلوگیری بکنم؟ ببینید ایشون بهشون گفتن شما فولیکول بالغ ندارین، با این حال باردار شدن. شوهرم هم روماتیسم داشت، گفتن چون سوزن استفاده میکنه اصلا شما به هیچ عنوان بچه دار نمیشی. 40 روز بعد؟ آره 40 روز بعد رفتم که گفتم بهداشت سوزن میزنه، سوزن زدم، آمپول جلوگیری خواسته بزنه. دوباره بعدش باردار شدم با آمپول جلوگیری. بچه دومم به دنیا اومد، از کاندوم استفاده کردم. 1 سال بعد بچه سوم به دنیا اومد همزمان با استفاده از کاندوم. همه روش جلوگیری رو تست کرده. بعدش دیگه دوباره شروع کردم قرص خوردن، دوباره بعد 4 ماه باردار شدم در این استفاده از قرص. 4 ماه خیلی خوششانس دختر من. بعدش دیگه او 1 کیلو سخت کردم.